بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مهدی حسینی هستم. امروز آمدیم با آموزشی از جاوا اسکریپت جلسه 2. امروز حالا هم یه محاسبه انجام بدیم، یه جورایی کم کم داره دیگه شروع کار، داریم استارت رو میزنیم. خب بریم حالا شروع کنیم. خب ببینید، همونطور که در جلسه قبل بود، اینجا ما یه متغیر بی داشتیم که حالا مقدارش هلو ورلد بود و در ثابته دیگه، و یه فانکشن ساختیم که اینو آلرت میداد با کمک از این کلید. خب ببینید، ما این بار میخوایم 2 تا عدد رو با هم جمع کنیم. چجوری؟ من اینجا حالا برای که جمعش کنیم مثلا اینجا رو حتما تغییر بدید، اگر نه کار نمیکنه. اینم که حالا استرینگ مثلا عدد رو جمع نمیکنه. اینجا رو می‌نویسم مثلا 5. اینجا رو من اگر من تهش وایستم هر جایش کنترل سی رو بزنم، یه کنترل بزنم یکی دیگه ازش چاپ میشه. خب حالا اینه که میذارم سی، اصلا حالا اینجا رو میشه اصلا بنویسیم خب من مثلا تو حالا اینم 5 بذاریم یا فرق نمیکنه 3 مثلا. خب من حالا الان 2 تا عدد دارم داخل 2 تا متغیر ثابت ها. اسمشون چیه؟ نامبر 1 نامبر 2. مقدارشون از چه نوعی هن؟ اینتر و 5 و 3. خب ببینید الان این بی رو چاپ میکنه، چون ما بی نداریم اشتباه میشه. خب من میام اینجا به جاش اصلا حالا این کار اول بکنیم. ببینید وقتی میخوایم حالا مثلا یه چیزی رو جمع کنیم به طور مستقیمش بدون متغیرش اینجوریه. مثلا من دو تا عدد رو فرق نمیکنه، حالا مثلا 5 به علاوه مثلا 3. خب اینجا عملگرش هم میتونه تغییر کنه. خب الان درست شد دیگه. خب الان این 2 تا عدد رو با هم جمع. خب من رو کلیک میکنم و میبینیم که جواب ما 8 برمیگرده. خب ببینید الان اینجا میخوایم حالا متغیرهامون رو با هم جمع کنیم. ببینیم عملگر من عوض نمیکنه. حالا ضربش هم میخوایم ببینید که حالا متوجه بشید که واقعا همینجوره. 15. خب حالا این بذارم مثلا همین ضرب باشه یا به علاوه باشه که تغییر کنه که شما متوجه تغییر بشید. خب من به جای این 53 نام متغیرها رو اینجا میذارم. خب یکی هم اینجا، این دوتا رو با هم جمع میکنه، خیلی راحت و ساده. خب حالا ببینیم این دفعه چی میشه. خب من کلیک میکنم و میبینیم که 19 جواب برمیگرده. چرا به نظرتون؟ من حالا ویدیو رو استاپ میکنم تا حالا توجه بشید. حالا اصلا استاپ هم نیاز نداره دیگه، چون که حالا من خیلی ساده بود دلیلش. اینو بهتون نشون بدم که همیشه یادتون باشه. ببین وقتی میایم تو برنامه همیشه رفرش کنید، کنترل آر، یادتون نره. بعد کلیک بکنید 8. خیلی راحت.
امیدوارم که از این آموزش خوشتون آمده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.